سلام. در این ویدیو قصد داریم تعدادی از اشتباهات بسیار پرتکرار زبان آموزها رو با هم بررسی و اصلاح کنیم. در بسیار از مواقع برای بیان خدا را شکر دیده شده که میگن thanks God. thanks God یعنی خدایا شکرت. و برای بیان خدا را شکر باید بگید thank God. در نتیجه اینجا اضافیه و باید حذف بشه. پس thanks God یعنی خدایا شکرت و thank God یعنی خدا را شکر. I must work. دقت کنید بعد از افعال معین و کمکی فعل دوم به صورت ساده میاد. I must work. من باید کار کنم. You're welcome. اینم خیلی اشتباه رایجیه. دقت کنید این your مخفف you are هستش. نباید به صورت ضمیر ملکی به کار ببرید. پس دقت کنید. اشتباه رایج بعدی Sarah is married with رضا. غلطه. With means to رضا. To be married to somebody. Sarah is married to رضا. The police is coming. دقت کنید. The police اسم جمع هستش. در نتیجه ضمیر و فعل باید به صورت جمع بیاد. The police are coming. I am agree. غلطه. برای بیان موافقم باید بگید I agree. I enjoy to watch TV. دقت کنید بعد از enjoy همیشه فعل دوم به صورت ing دار میاد. در نتیجه من برای بیان اینکه من تلویزیون دیدن رو دوست دارم باید بگید I enjoy watching TV. و در نهایت میرسیم به جمله آخر let me to know غلط هستش و همیشه فعل دوم بعد از let به صورت ساده میاد. let me know. ممنون از اینکه وقتتون رو گذاشتید. تا ویدئوی بعدی فعلا خدا نگهدار.